مبارکباد میکنیم. به همه شما سلامتی، بخت و سعادت، مادران عمر دراز، به خواهران بخت نو، زندگی خوب و عائله‌های چی میگن؟ عائله‌های سالم، شوهرهای وطن دوست و وطن پرور آرزو می‌نماییم. به همتان سلامتی، به همتان موفقیت. همه وقت بگذار در حیات شما به مانند همین روز رنگ عید و جشن خوشبخت و خرسندانه گذرد. سلامت باشید. تشکر محترم رئیس. امروز باعث افتخار است که از طرف اهل جماعت دهات جوانان که همه ساله در همه جشن و صحنه‌های تاریخی به خاطر زنان، معیوبان و دیگر طایفه مردم چنین معرکه‌ها را برپا میکنند. ما عرض می‌نداری میکنیم و امروز از طرف نمایندگان این جماعت تحفه‌های خاطروی آماده گشته است که این لحظه از محترم رئیس خواهش میکنیم که این تحفه‌ها را به اهل بانوان مادران قشنگ و زیبای محفل امروزه ما با دست خویش بسپارند. برای هنرمندان فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد با یک گلدسته تر و تازه هنری بهاری در مهمانی اهل بانوان و مادران امروزه قرار دارند و میخواهیم این لحظه محفل زیبای ما را نخست با ترانه مادر حسن آغاز بدارند با آواز خوبی بختیار جان اسماعیل. هر روز ما بگذار عید باشد. زنهای معظم به شما عید مبارک. همراهی و همرازی و توحید مبارک. بودید اگر دیرگاهی بیخبر است سلامت باشه همه کسا. بیا موفقیت مادر، سلامتی، خانه و آبادی مبارک باشه. مادر نمیرسد. دنیا بگردی ارزشی مادر نمیرسد. بر پایه نوازشی مادر نمیرسد. شیرین تر از سرایشی مادر نمیرسد. بر گوش دل چو علیو چون صوتی دیگره شیرین تر
سراغیشی مادر نمیرسد یاره ارزشی مادر نمیرسد بر پایه نوازشی مادر نمیرسد بر گوش دل چو علیو صوت دیگره بر گوش دل چو علیو صوت دیگره سرایشی مادر نمیرسد شیرین تر از سرایشی مادر نمیرسد اوه مادر مادری جان اوه مادر مادری جان اوه مادر مادری جان مادر یک ذره بر ستایشی مادر نمیرسد آه مادر مادری جان آه مادر مادری جان آه مادر مادری جان مادر آه مادر مادری جان
درخته کی زیغم مالی افتا درخته کی زیغم مالی از رخمی تبد بخاکی غم نالید گفتم چی کسی برای شعت زد تبر گفتم چی کسی برای شعت زد تبر آه گفتا کی بزه ریسای امه خوابید گفتم چی کسی برای شعت زد تبر گفتم چی کسی برای شعت ریسای همه خوابید
یار بگی دیدم بگی در دیل تنها نشود برگی تنها نشود در دیل تنها نشود یاری شیرین کگلای افزاد روی کسی یاری شیرین کگلای افزاد روی کسی برنشه در بندی زهر برگی گناز کن برنشه در بندی زهر برگی گناز کن یاری شیرین کگلای افزاد روی کسی یاری شیرین کگلای شجر و پیزهر برگی گناز کن شجر و پیزهر برگی گناز کن اختیار جان برای این ترانه‌ای بی‌نهایت خوبه که از آغاز محفل زیبایی بزم روزی مهر، محبت، صداقت، آن عالمی که در آنجا مادر نشسته است از نخست ترانه با ترانه مادر آغاز بنمودید. برایتان سرسبزی را آرزو میکنیم زیرا که شما نیز زاده مادر هستید و با دعای نیکنی مادر به این جاده هنر رسیدید. بگذار پیوسته سربلند باشید محفل آرای همه محفل های کشوری تاجیک سرزمینی تاجیکستان ما باشید. شکرانه که باز نوبهاران آمد، شکرانه که باز از جشن مادر ابتدا میگیرد. بس بخاطر همه مهر و محبت های شما این جشن فرخنده بادتان، فرخنده. با شما عید مبارک.
هم رایی و هم رازی و توحید مبارک بودی در کلبه تیفلکی نو چون شده تولید ای کلی باشندگانی همین تنظیمه زیبایی که باور کنید در همه جماعت ها چنین تنظیمه ها نیست و اون چیزی که ما چون انا میدید ببینید که دریای الهی از پیش میگذرد و عالمی پر از مهر و محبت را بهر هر یکی شما که درگاه خداوند کریم طلب داریم که آنجا که مادر است آنجا آلهه مهر باشد و پیوستی ها پیروز باشد در سایه دولتی جگربندان. تعظیم میکنم نسل زن مادر که پی در پی به ما بزرگان را میآفرد، هم رودکی هم فردوسی. هنوز وقتی که قد آنها از لاله بلندتر نبود دستی هر یکی را گرفته نوازشکاران آن از مادر است جنس آدم بین عالم ها جوان. جایتون در این لحظه ها بهر شما ای عزیزانی دل و دیده، ای مادران، ای برادران، ای آن مادر بزرگ است. این لحظه روی صحنه زیبای امروزی ما بالاخره زیبای صنعت دیار تاجیک، آنه که در عالم زیبای سری ترانه های والای مردمی همتا ندارند. این ترانه های بینیت خوب و شوخ و گوارا در مهمانی شما قرار دارند. بهر شما با ترانه های بینیت خوب و شوخ و جذابی ایدانه آمد محبت باشد به خاطر بزرگی مادر مادر مادر. سلامت باشید بران عزیز و همتون عید مبارک. صدا همش برای شما.
بعدی رفتنم روزم روزی و هاشو رفتی و بعدی رفتنم محصو هاشو رفتی و بعدی رفتنم جان از تنم جدا شد بازی کیونای دیگه میکنیم بچه‌ها چشمانی سیاهی تو نشد جانت مفیدایی یاری دل سوز کنم قدکت خیرمانی گل مویکت دستایی گل قدکت خیرمانی گل مویکت دستایی گل سر تا به قدم گل همش گل همش گل سر تا به قدم گل همش گل همش گل خوشروی من ناز ندارد دلی من ناله دارد از موبایلی بچه ها همان خوشروی من ناز ندارد دلی من ناله دارد
صدای بلبل سوسن گلی من برگی سوسن گلی من ناز ندارد دلی من ناله دارد سوسن گلی من برگی سوسن گلی من ناز ندارد دلی من ناله دارد از موبایل بچه ها همان خوشروی من ناز ندارد دلی من ناله دارد از موبایل بچه ها همان خوشروی من ناز ندارد دلی من ناله دارد تو در دماغ دارد دلی من سودای تو از دماغ بیرون شود سودای تو در دماغ بیرون شود مثل گلی لاله داغ دارد دلی من مثل گلی لاله داغ دارد دلی من سوسن گلی من برگی سوسن گلی من ناز ندارد دلی من ناله دارد سوسن گلی من برگی سوسن گلی من ناز ندارد دلی من ناله دارد موبایل بچه ها همان خوشروی من ناز ندارد دلی من ناله دارد از موبایل بچه ها همان خوشروی من ناز ندارد دلی من ناله دارد و دیدن رویت شب آمدم سویت و دیدن رویت شبیم هر دوی ما چو مجنون و لیلا شبیم هر دوی ما چو مجنون و لیلا دیلم شانه زند به هر تاری موید دیلم شانه زند به هر تاری موید دشمن بسوزد خبر میبرد خانه به خانه ایلاها خانه دشمن بسوزد خبر میبرد خانه به خانه شب آمدم سویت و دیدن رویت شب آمدم سویت و دیدن رویت شبم هر دوی ما چو مجنون و لیلا شبم هر دوی ما چو مجنون و لیلا دیلم شانه زند به هر تاری موید دیلم شانه زند به هر تاری موید دلم خواهد نمیستم نام بر تو قلم در دست من سوزد عزیزم شب آمدم سویت و دیدن رویت شب آمدم سویت و دیدن رویت شبم هر دوی ما چو مجنون و لیلا شبم هر دوی ما چو مجنون و لیلا دیلم شانه زند به هر تاری موید دیلم شانه زند به هر تاری موید میدانیانه عاشق است تو میدانیانه
ای بانوی هنر برای این عالم زیبای سری ترانه که این لحظه محفل آرایی کردی در این محفل زیبای بانوان قشنگ و زیبای جماعت دهاتی جوانان، آن جایی که از نامش وایداست در آنجا باید پر از دنیای جوانی باشد، پر از مهر و محبت باشد، پر از صداقت باشد که همه سالا میتوانند انمیخ محفل ها را برگزار بدارند بهر مادران، بهر کلی اهل مردم این دیار و این سرزمین باستان. و دوستان ناگفتن نمانیم که سال هنرهای مردمی بود و تا انهمین 21 سال هنرهای مردمی، رشد سیاحی و پس بگذار این لحظه یک در همین جماعت جوانان یک لیسه کسبی تکنیکی با نام 24 آوازدار است در جمهوری تاجیکستان. همین لیسه زیر راهبری آن بانوی زیبایی که در این بنا کار و فعالیت دارد، شریفова، آن مادر گرامی است که پیوسته کادرهای بین‌المللی جمهوری ناحیوی پیشکش می‌دارد و این لحظه یک نفر دستپروری همین کالجان فرزانه بانو می‌خواهد که آرزو نیت‌های نیکین خودش از نام کلی هنرمندانی که در اینجا درس می‌گیرند، درس دوزندگی، پزندگی و تمام نازکی‌های مهر و محبت مادرانه‌ای را که نسل نورس گلدختران زیبا را درس می‌دهند از آن مادر گرامی می‌آموزند و فرزانه بانو می‌خواهد که از نام همه علمان کادرهای جوان این لحظه کلی مادران این دیار بنهایت خوبی فیض آباد را مبارکباد می‌گوید. مرحمت. تشکر. زن اگر آتش نمیشود خام مانده ما، نارسیده باده در جام مانده ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری بر دوام، به تخلص، به نسب، به نام مانده ما. سلام و درود خود را از نامی لیسه کسبی به همه مادران اینجا حضور آمده میرسانم و همه مادران را با این روز عیدشان تبریک میگویم. مادران گنجی نایابند، مادران گنجی بی‌بها هستند. الها مادران یک عمر در تاری سری ما فرزندان باشند. مادر با یک دست گوهره و با دستی دیگر دنیا را میترکانند. میرم از موی سفیدت مادرم، از نگاهی پر امیدت مادرم. من از خداوند دست به دعا می آورم که چی آرزو و هوس دارند این مادران جامعه عملی بپوشند. خوش آمدید مادرانی بزرگ، خوش آمدید مادرانی با ارزش و با ارزشمندی فرزندان. باز همه شمایان را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. تشکر خواهر گرامی برای آرزوی و نیت‌های بنهایت نیک و صمیمی که این لحظه نسبت زن مادر به زبان آورده و میگن که انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است و باعث افتخار است که از زمین جماعت دهاتی جوانان در آزمونی بنهایت بانفوذی فروغ صبح دانایی کتاب است که با ابتکار پیشوی معظم ملت در جمهوری تاجیکستان امسال برگزار گشت و همه ساله برگزار میگردد. یک نفر اشتراکچی بود از جماعت دهاتی جوانان که تا نقطه همون اساسی رفته رسید. سنم دستوری مؤسسه تشکیلات میانه عمومی رقم 7 بودند. بعد همین دختره که زیبا توانست در همان آزمون اشتراک کرد تا نقطه بلندترینش، گرچنده که ولی امسال کوشش میکنه که همان غالبیت به دست بیارد، زیرا در نقطه بلندترین همان جا بودن. ما همچون چی میگن شاهد نه بله چی ما در همونجا اشتراک داشتیم در کتابخانه ملی. بنهایت هنری خوب، اون دانشی بنهایت مکمل که در این دخترک ما دیدیم ارزنده بود. یک قرصه به خاطر همین نفرهایی که چنین مادر همین فرزندانی کتاب دوست و معرفت پرور را به پایان میرساند. مرحمت.
سنم جان چی آرزو داری، چی نیت داری بهر مادران کلی دیار فیض‌آباد تاجیکستانی عزیزمان به زبان بیار. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهش فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. روایت میکنند که خداوند نکد از گل، نوش از انگوبین، گرمی از آفتاب، تراوت از شکوه، باراندگی از ابر، روشنی از صبح، زیبایی از بهار و خوشیلخانی اندلب را قطره قطره جمع نمود و زن را آفرید تا جهان را روشن و انسانیت را خوشبخت گرداند. زن مادر مقدس است. وقتی که سیمای او پیش نظر می آید از تمام هستی وی نور می بارد. این نور راه آینده حیاتمان را باز هم روشن‌تر می گرداند. زن مادر آفرنده حیات و ممات بوده، از همه چیز قیمتترین و عزیزترین شخص در عالم هستی می باشد. در خانه زن مادر نیز خوشی و روشنایی وجود ندارد. بنابر این زنان شمع و چراغ خاندانند. من میnnت‌داریم را به کل مادران عزیز، اینچنین به زنان و بانوان به روز عیدشان تبریک نموده از صدق دل بهرشان پیروزی ها، به زندگیشان خوشی ها و به کارهایشان موفقیت های بی‌نظیر را آرزومندم. در آخر هر یکی مادر عزیز را همچون زنی خاکسار و حلیم از شعرهای تازه ایجاد خودم گفتنیم. تو بعد خدا یا فریدگار مادر، دارنده قدرت و مداری مادر، شبی که نخواب طفل تو گریه کند، آن شب تا سحر شب زنده داری مادر. تو پروریدی با چی عذاب ما را، در فصل خزان هم تو بهاری مادر. طفلی تو شده است امروز سربازی وطن، تو در راه او چشم انتظاری مادر. چنار که درخت سر شاخ است و قوی، ما شاخ مو تو خود چناری مادر. تشکر. تشکر خواهر گرامی. سنم جان شعرت بوی بازار دارد. بازار میفهمی؟ چی گفتم؟ شعرت بوی بازار دارد. کدام بازار؟ نه، بازار صابر. و بگذار پیوسته آنچه را که میگویی از صدق دل، از ضمیر قلب پاک پر از مهر و محبتی که حوض دنیای جوانی است، از قلب مادر به شما آمده است، از شیر پاک مادر به شما آمده است. بگذار آینده در نقطه کلمیناسیونی، در نقطه آخرینی همین بزم فروغی آزمون فروغ صوفیدانی غالبیت را آرزو میکنیم. همه مادرها ششتگی یک قرصک صمیمی. سلامت باش خواهر گرامی. و این لحظه به خاطر همه خوشبختی ها، به خاطر همه پیروزی ها، به خاطر همه روزگاری آباد و سالمی این دیار و این سرزمینی باستان که با راهبری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین محفل ها امروز آباد است. در سراسر کشور تاجیک با شما پیروزی ها را آرزو میکنیم و به این همین اسکر بچه هایی که در اینجا ششتگی هستند، آن نفرانی هستند که مادرانی بزرگ دارند، والدینی بزرگ دارند، دلی جسورانه دارند که امروز با امر خویش به خدمت وطن مادر آماده هستند. یک قصر دیگه به خاطر این جوان مردا سلامت باشین، سلام باشین، آباد باشین، حامی این دیار این سرزمینی باستان باشد و باشد. و این ترانه های بسا خوبی چندبستی در این محفل زیبایی مهرنامه، مهر مادر از نام بختیار که با بختی بزرگ از مادر نامش گذاشته است که بختاوری همه محفل ها باشد. در مهمانی شماست با چند ترانه های بسا خوب و شخ و گوارایی شخ و ایدانه. یک خرسک میزنید صحنه بگذار خالی نباشد.
مادران جان عید مبارک شد. کل همه مادران برای زی جشنشان تبریک گفته تمام خوشی های زندگی را برایشان تمنا دارم. اما وقت صحت و سلامت باشید مادران عزیز، زنده باشید. بی‌نفروزه کی سویت یک صدا کردم نفهمیدی. بی‌نفروزه کی سویت یک صدا کردم نفهمیدی. تو را از بین خوب رویا جدا کردم نفهمیدی. تو را از بین خوب رویا جدا کردم نفهمیدی. یاره الانش کنگم خدیرن نوه سخن شوم چشمی شنوه. الانش کنگم خدیرن نوه سخن شوم چشمی شنوه. بیمان نوی بدل لسان بیمان نوی بدل لسان. بدلیزان تو یا شبی و زن فرمان داری یاره ایمان روی بدلیزان هرچی پروانی بری اجاره داری یاره ایمان روی بدلیزان الان شنگل قدیر داره من سطح شمه چشمی شلوه الان شنگل قدیر داره من سطح شمه چشمی شلوه ایمان روی بدلیزان. Diga
مسئله مدالی آره در پشتی خانه سفت سوچی پای در پشتی خانه سفت سوچی پای ای مسئله مدالی آره ای مسئله مدالی آره هستی مسئله مدالی آره هستی مسئله مدالی آره هستی مسئله مدالی آره هستی مسئله مدالی آره من دوستو بیا کوربا بنداره من دوستو بیا کوربا بنداره ناجور هستما مدالی آره ناجور هستما مدالی آره هستی مسئله مدالی آره هستی مسئله مدالی آره مستی مسئله مدالی آره مستی مسئله مدالی آره دیدیم بایاری خرهنی زدوی سنمه میدیری سخنه ایمارا تو جیدالی مدمه دیدیم بایاری خرهنی زدوی سنمه میدیری سخنه ایمارا تو جیدالی مدمه همه بابا برامون روی ما نسوش کردن گیرم همه بابا برامون روی ما نسوش کردن گیرم اورا در سرت با ما و پشمه بیا سنمه میدیری سخنه ایمارا تو جیدالی مدمه دیدی بایاری خرهنی زدوی سنمه دیدی سخته ایمارا تو بیدایی مرگمه دیدی بایاری خرهنی زدوی سنمه دیدی سخته ایمارا سری زلبیت نباشد سری زلبی دیگره سری زلبیت نباشد سری زلبی دیگره بعد و اوز بریدن در حمیمی دیگره بعد و اوز بریدن در حمیمی دیگره سری زلبیت نباشد سری زلبی دیگره سری زلبی دیگره بعد و اوز بریدن در حمیمی دیگره بعد و اوز بریدن در حمیمی اینا کدامه دیبا دیرا قامتایم اینم تشکره خودیا قامتایم اینم تشکره گشتمانه خودیا یعنی بیشترم یا سرا قامتایم سری زلبی نباشد سری زلبی دیگره سری زلبی نباشد سری زلبی دیگره همه اوزماییتن در حمیمی دیگره در همه اوزماییتن در حمیمی دیگره یا سروری بدا شامین با خاطری مادرو دادگی باتی بیلگی دادگی باتی بیلگی خوش آمدید میگوییم و همیشه آرزو میکنیم که در خاندانتون همیشه
تحصیلاتی و سلامتی باشد و سرجمی باشد. همیشه که در همه جشن و سود در پهلوی ما باشه و با ما همیشه در همه کار همکاری داشته باشه. رحمتی کلام به همتون و آمادگیتون خوشبخت باشه همتون. با مادر و چشمه خشک نشونده حیات مظفر، زن امروز ساختمانچی، زن بناکار، زن آموزگار، زن طبیب و زن حقوقشناس. ببینید که همه انهمی رو دیده جناب عالی محترم پرزیدنت کشورمان امام علی رحمان مقام منزلت زن را چقدر در جامعه بلند برداشت و همه زنان تمام می‌چاره من سابقه رو داد که زنان به صاحبکاری مشغول شوند. در تمام یعنی قشرهای جامعه بینید زنان در مد اول به همه ساحه ها به کار جلب کرده شود. ببینید که نمیز همه ما سرجم باشیم و به همه انهوان که میگن انهوان دستگیری های جناب عالی سزاوار باشیم و بهترین فرزندان رو تربیت نماییم. در روی وطن دوستی این روز من به نمین مادرانی که نمین فرزندان رو تولید کردن هزار رحمت میگن که با سربلدی بینید که خودشون با اختیاری عریضه های خیش رو دادن که رفته به صفی قوای مسلح خدمت نمایند. من تمنا میکنم که همه این مادران مثل انمی چه بچه ها فرزندان خود را در روحیه و تندرستی ذهندرستی تربیت نمایند. خوشبخت باشید همتون، در خانواده‌تون همیشه صلح و صلاح باشد. بار دیگر خوش آمدید همتون. بعد جماعتچگی جماعت دیهات جوانان عرضی مینه دارای بیان میگویم از نام اهل هنر، از نام اهل بخش فرهنگ که پیوسته میتواند چنین معرکه ها را برپا بسازد و بگذار همیشه سربلند باشند. آینده نیز این اقدام را از دست ندهند، زیرا که آنجا که مادر است آنجا عالیه مهر است، محبت است. تا چشم زدیم آفتاب آمد و رفت، یک روزی حیات مثل خواب آمد و رفت. شاگرد و درسی استادش گویا بی دفتر و خامه و کتاب آمده رفت. خوش آمدید، سربلند باشد. یه مادر را در سطح عالی در اهل آیله سپری بسازید. خوش آمدید.